خیلی از موارد پیش میاد که ما دلمون بخواد که نور رو از بالا به سمت سوژه‌مون بتابونیم و استندهای معمولی، سپایه‌های معمولی نور به ما این اجازه رو نمیدن و گاهن هم خیلی توی دست و پا میشن. فرض بکنید که من میخوام یک بیوتی لایتینگ رو داشته باشم، روی یک سپایه معمولی نورم رو گذاشتم و به سمت سوژه‌ام تابوندم. حالا خودم بعد پشت یا کنار این میله قرار بگیرم و عکاسیمو انجام بدم و اون محوطه جلوی من که بهتره برای عکاسی باز باشه، یه مقدار آزاردهنده میشه. استفاده کردن از این سپایه‌های بسیار جذابی که بهشون بوم گفته میشه به شما این امکان رو میده که اولا که بتونید که مودیفایر و فلشتون رو در زاویه قرار بدید که کاملا مسطح و از بالا باشه، یا احیانا اگر دلتون بخواد میتونید که این رو کج بکنید به سمت سوژه‌تون و قشنگ اون حس و حال‌های نورپردازی پورتره رو هم بتونید داشته باشید. بسته به وزنی که روی این میله قرار میگیره از فلش و مودیفایر شما، میبایستی که این تعادل و توازن به صورت الاکلنگی بین این مفصل مرکزی و وزنه‌ای که اینجا قرار گرفته برقرار بشه که بتونه که این رو کنترل بکنه و نگهداری بکنه. اندازه این میله میتونه با این پیچی که اینجا هستش زیاد یا کم بشه به مقداری که دلتون میخواد و حتی میتونید اینجا با شل کردن این پیچ نور رو به سمت سوژه خودتون برگردونید به نحوی که میخواید و میتونید که اینجا هم خود ساقش رو به این شکل تغییر بدید. یعنی به هر زاویه که شما بخواید میتونید که این تغییر رو به این شکل داشته باشید و جهت نوردهی خودتون رو تنظیم بکنید. یکی از جذابیت‌های دیگه این سپایه‌ای این هستش که میتونید ورژنی که این دالی خیلی خوشگل رو داره زیرش، دالی منظورم این چرخایی هستش که میبینید، داشته باشه و کف استودیو خیلی راحت حرکت بکنه و با این ترمزهایی که اینجا داره بتونید خیلی راحت این رو فشار بدید و دیگه چرخ‌ها قفل میشه و حرکتی رو نخواهد داشت. داشتن یک همچین چیزی دست شما رو برای خیلی از نورپردازی‌های خاص و پیچیده باز میکنه که توصیه میکنم که باز دوباره اگر که ارتفاع سقف استودیوتون اجازه میده حتما حداقل یک دونه از اینها رو بین سپایه‌های نوریتون داشته باشید. ابزار بسیار بسیار موثری است.